شبانه و گلافریز همسرش قدرت شهرت میشم. خوب از اون که از زمانی که شوهرتون بازداشت کردن چی خبر است؟ چی؟ ما سحری دوشنبه این کس کتی خیر خوش کردیم کس رفتم ساعتی 12 بود که در ما تق تق شد. من به خبری چیه نمیدونم. 8 کس 10 کس در اومدن. همه کسا به کاغذ به هیچی در اومدن. گفتن که همین ما باید همین خانه تفتیش کنیم. من کتی خسور خشتمانم. من صاحب خانه خودم نیستم. خسور خشتمانم بانی سبا. خسورم دکار بودم. گفتم همین گفتم که گریه و ناله کردم که همین آدمو بیاین بعد روین. نه گفتم من باید حاضر در روین. من یک طرفه کردم کامیرا روشن کتی. بعد که در اومدم هم چیز چپه راسته همین زندگی هم چیزی هست همه چپه راسته کردم. هم دوستم که همین زندگی من خودم خانه با کار میکنم. انا این بیش پنسیا میگیرد کار میکند. باباش کار میکند. همین یک سومی که تگ سر ما داشتیم همه چی هم چیزی داشتیم گرفتم بردم. چند پول بود؟ حساب نکردم هم خودشون کردم. من نزدیک همونا ندر اومدم. من امضای تخمینا چقدر بود نمیدونی؟ تخمینا مثلا $1000 بود، $2000 بود تخمینا. بعد گوید این همین بود درچین من دستی من با پولش بود. چند سوم داشت درچتون؟ چند سوم بود باش محسوب کردیم؟ 4000 با 1000 احرام زندگیش 5000 ادودرم بود. $5000. با هم یک سوم دو سوم جمع کردگی خودم گوید من همینی خسورم اینی خوشتومنم همین چیزی بود همینه گرفتن رفتم. شما چی کار میکنید خودتون؟ من خودم دوزنده. چند فرزند دارید؟ 3 تا. من 3 کودک نوبولیق دارم. مایده. هر سهشون هم مکتب خوان؟ من 3 منگش همین سال مکتب میرد خدا خواهد. از دیروز تا امروز یکم بار با شهرت وا خورده چی؟ نه هیچ وا نخوردیم. من دینا همه اومدن همه چپه راسته کردم. من همین کودکای من اینجا براست. من نه شب خوب دارم نه روز خوب دارم. من اینجا گشتیم نمیدونم که برای چی نکی سوز بود. یکون چیزی یکون پولی کلون ناورست یکون چی ناورست بگم که من همین کار همین مرده کرده بود برای روز میرفت یک ادوکاتش میکرد تمام. چیزی شد همش تویمت شد و سر. پیشتر یکم خیلی فشار بود به شهرت؟ یکم کس فشار می آورد؟ یکم کس خیلی اگراژت میکردن؟ همین بعدی همین دلی زاید بعد همین یک دو بار و دومشون ماشین بود. چه خیلی ماشینو بودن؟ اکو من ندیدم همین فهمیده بودم. خودشون گفتن؟ و همین دخترام آمده کامیرا صورت کرده بودم. کیا؟ من بیرون به آمده بودم. همین خیلی گپ هم بود آدم اینو شیناس. میخمیدونم من خارجون. خب با یگان همکاراشون یگان رفیقاشون صحبت نکردین؟ نه از خانواده‌تون و از پیونداتون یگان نفر با شهرت صحبت کرد؟ ولی نه هیچ کی ندار آمده است. ما هیچی نمیدونیم که این برای چی شد چیکار کرد چی شد هیچی نمیدونیم. اجازه ندادیم. من مثلا از دینم بازا دور رسید. من یکان اجازه نمیتونم که بخوریم بینیم پرسیم که برای چی محکم کردن از چی سبب نمیدونیم. یکان چیز محتمل نفهمیدیم از دنی همین قدرت و شهرت که برای چی داشتن یا برای کدام گناهشون. یکان کسی که با هم نمیمونه بخوردن. شما اپشون میشوید؟ یگان مراتبه درباره مثلا کارشون یا درباره تهدید و فشار این چیزا صحبت کرده بود باشون؟ نه اصلا صحبت نمیکردن. نه که میفهمیدیم که فشار میآوردن. همه وقت فشار میآوردن.
اینترنت رو می نویستن، هر چی گپای قبیح می گفتن. میگم همه همین از روی همون فشار بیاری، از روی دیده نتونستن آشکار بیانی گپ میزدن، از روی همین بخیلی کردن. یعنی شما سبب بازداشتش در همین؟ نه، از همین میبینم که از روی گپ میزدن، همین روی راست گپ میزدن. قانون حقیقت گفتن، حقیقت رو میگفتن، از روی همین معلومه. ما مدنه که خانه داریم، این خانه پیرو کمپی، همه قد ساله، این 35 ساله پیش این خانه. یکون چی دبدبانوب نداریم. 13 سال شد زندگی. 13 سال شد این خانه با این خانه خسروش تو منو